به نام خدا. سلام دوستان، زاره هستم. خوش اومدید به این ویدیو. آینده کامل زمانی معنا پیدا میکنه که با آینده ساده ترکیب بشه. حالا میایم با یه فرمول طلایی آینده ساده رو میسازیم. میایم از کلماتی مثل by the time, as soon as, when, after, before یکی این قیدا رو میذاریم. بعد یه جمله حال ساده میذاریم. کل جمله دلالت داره به آینده که آینده ساده است. حالا میایم توی فارسی مثال میزنیم. یک سوال: قبل از اینکه برم چه زمانیه؟ آینده است. بعد از اینکه برم چه زمانیه؟ آینده است. وقتی برم چه زمانیه؟ آینده است. به محض اینکه برم چه زمانیه؟ آینده است. تا برم چه زمانیه؟ آینده است. انگلیسیش هم همینه. میایم قیدای طلایی مثل by the time, as soon as, when, after, before یکی این قیدا رو میذاریم. بعد گفتیم یه جمله حال ساده میذاریم. تا اینجا شد کل جمله به آینده ساده دلالت داره به اضافه آینده کامل. مثال: تا تو بگی ف من رفتم فرهزاد. By the time you spell F I will have gone to فرهزاد. تا تو از خواب بیدار بشی من اتاق رو رنگ کردم. By the time you wake up I will have painted the room. منتظر ویدیوهای بعدی من در مورد زمانهای انگلیسی باشید. خدا نگهدار شما.